دور دویمی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در ناحیه عبدالرحمن جامی با برآمد مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی آغاز گردید. ضمن برآمد قید گردید که سال هفتم است آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهان معنوی در بین اهالی مملکت برگزار می‌گردد. از ازل ملت تاجیک با کلک و کاغذ، با کتابخوانی و کتاب دوستی و کتاب پرستی سر و کار داشتند و این انا تا امروز ادامه یافته ایستاده است و شکرگزار از آن هستیم که در دوران استقلالیت زندگانی می نماییم و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برگزار نمودن یک چند آزمون ها از جمله فروغ صبحی دانایی کتاب است اقدام شایسته است که زیاده از 6 سال می شود که این آزمون فعالیت نموده ایستاده است و چهره های سخندان و سخنور را کشف نموده ایستاده است. دیگر برآمد کنندگان وابسته به برگزاری آزمون نامیناسی‌ها و نوگانی‌های در نظامنامه وارد گردیده اظهار نظر کرده قید داشتند که در دور اول آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در ناحیه عبدالرحمن جامی 3383 نفر اشتراک نمودند که این شماره نظر به سالهای قبلی به مراتب بیشتر است و از توجه کتاب دوستی ساکنان درک می‌دهد. طولی 3 سال می شود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است از نمینت خواندن و از یاد کردن اشعار کلاسیکی فارس و تاجیک اشتراک می‌ورزم. این آزمون به من یک روحیه نو در جاده سخنوری و سخندانی، نطق برا، خواندن کتاب و درباره آن که کتاب گنج بی‌بهاست یک روحیه نو و خیلی هم خوب به من بخشید. من میnnتداری خودم را سر اول با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که با ما خوانندگان و نورسان، با ما کودکان چنین آزمون ها را پیشکش کردند تا که ما در این آزمون ها اشتراک کرده دانش خودمان را صیقل داده جهانبینی خود را وسیع گردانیم. به دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در ناحیه عبدالرحمن جامی 1318 نفر را خط گرفته است که از این 657 نفر از روی نامیناسی ادبیات بچگانه، 318 نفر در ادبیات کلاسیک، 194 داوطلب در نامیناسی ادبیات معاصر و 86 نفر از روی نامیناسی خواندن و از یاد نمودن آثار ادیبان جهان دانش و استعداد خود را در بخش‌های علاهیده پیشنهاد اعضای حکمان نمودند. با شکرگزاری از سیاست سازنده و صلح‌جویانه و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرتاسر کشور آزمون‌های جمهوریوی با موفقیت عمل کرده ایستادند. پیش از همه هدف و مقصد آزمون‌های مذکور رشد و انکشاف دادن تفکر و زیاد نمودن نسل کتابخوان می باشد. امروز در ناحیه عبدالرحمن جامی دور دوم آزمون مذکور برگزار گردیده ایستاده است. خوانندگان و داوطلبان آزمون مذکور با یک تیاری جدی اشتراک نموده ایستادند و ما باور داریم که خوانندگان و اشتراکچیان در دور دوم آزمون مذکور غالب می آیند و در دورهای بعد نیز با موفقیت اشتراک می نمایند و صاحب جایهای نمایان می گردند. دوام چند سال اخیر در جمهوری تاجیکستان با تشبس‌های نجیب و سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان آزمون‌های جمهوریوی و هوسمندگردانی غالبان آن توجه به کتاب و کتابخوانی در میان قشرهای گوناگون اهالی تقویت یافته در این سمت اقدام‌های نجیب و شایسته عملی گردیده ایستادند. در زمینه سیاست موفق رهبریت عالی کشور با پیشنهاد رئیس ولایت ختلان سال 2025 در ولایت سال فرهنگ کتابخوانی اعلان گردید که این اقدام نجیب و سریوقتی توجه را به کتاب و کتابخوانی بیشتر نمود.